Ulu Tanrı'nın adıyla. انصفالی هدایت هستم و برنامه 66م مهندسی جهر رو آغاز میکنم. مستقیم و سرراست میریم سراغ کتاب ها و امروز کتاب فلسفه اسیرالدین عبهری عربی ترکی رو باز میکنیم، ببینیم که آیا منی بی سواد میتونم این کتاب رو بخونم. قبل از اینکه کتاب رو بخونیم یه نگاهی به وضع ظاهری کتاب بندازیم. جلد پشت جلد هستش، صفحه پشت جلد و صفحه اول مثلا کتاب، اینجا میبینیم که خیلی چیزها رو، مطالب زیادی رو نوشتن. حالا بعدا نگاه میکنیم صفحات بعدی هم همینطور میبینیم که خیلی نوشته شده و اینجا با اعداد و ارقام روبرو هستیم که احتمالاً در هر دو صفحه اگه اینها رو آدم بخونه اطلاعات بسیار ذی قیمتی رو در مورد مسائل مختلف ممکنه به دست بیاره. و همچنین در صفحات بعدی هم همینطور میبینیم که اون صفحات سفید رو پر کردن با یه چیزهایی. حالا در مورد چی هست نمیدونم راستشو، چون برای اولین باری که این کتاب رو دارم باز میکنم. خب اینجا میبینیم که کتاب برعکس معکوس، این صفحه رو معکوس نوشتن و اینجا سفیدی مواجهیم. دوباره با همون نوع از ارقام مواجه میشیم، همینطور ادامه پیدا میکنه. بذارید ببینیم کی به کتاب میرسیم. شاید کتاب همینه. خیلی رفتیم و همینطور این کتاب همین وضعیت رو داره. الان تا صفحه 34 پایین رفتیم و هنوز همونها رو داریم. من نمیدونم این چی هست. خب بذارید ببینیم. هنوز بازم با همون چیزها روبرو هستیم، اعداد و ارقام و یه چیزهایی که حالا اگه مجبور باشیم باید اینا رو بخونیم ببینیم چیزی سر در میاریم یا نه. حالا بعدا برمیگردیم، فعلا یه صفحه بزنیم. نه این کتاب همینه، یعنی اینجا گفته که فلسفه اسیرالدین عبهری عربی ترکی، اما من اینجا متنی نمیبینم که بگم این متن عربی یا ترکی هستش و در مورد فلسفه هستش. قطعا در مورد فلسفه نیست، چون تو فلسفه اینقدر ارقام نمی نویسن. ممکنه که در بخشی از فلسفه بیان روی ارقام هم بحث بکنن، چون که اون هم به مسائل مغزی و بینی و به مسائل عقلی مرتبط هست. بین همون مغزه. حالا از اینجا به بعد احتمالاً نه دوباره با یک دو صفحه اینجا متن است و بعد دوباره با یه چیزهایی مواجه میشیم که نمیدونم چی هست. چیزی نمونده. خب به هر حال این کتاب رو داریم تموم میکنیم، ورق بزنیم و ببینیم که چیز جالبی درشون هست. از نظر منظورم از متن ممکنه اعداد و ارقام خیلی جالبتر باشن، ولی چیزی که هستش اینه که من سواد ریاضی ندارم که بتونم اینها رو بخونم. مسئله همینه. حالا من در اینجا با یه چیزهایی مواجه میشم که اینها باز قابل درک هست. کتاب تموم شد و همون اعداد و ارقام. خب از اول بریم ببینیم که چی هستش. اگه بتونیم یه چیزی سر در بیاریم که عالی میشه، اگر نشد که بریم کتاب دیگری رو باز بکنیم. خب من این کتاب رو خیلی بزرگش میکنم که بتونم اینو اگر شد بتونم بخونم. این خط
میبینی که دست نوشته هست و نمیدونم اینجا 8690 یا 8610، اینم 650 230. حالا احتمالا نمیدونم، من اینها رو راستشو بخواید سر در نمیارم، چون اینها رو حالا اینجا بذار ببینیم رجب چی رجب یعنی چی، مثلا اینجا ما چه بفهمیم از این. خب احتمالا یک ازمنه زمانون جمعی دور، حالا اینجا یه چیزی گفته ولی مربوط به کتاب، احتمالا ازمنه زمانون جمعی دور، جمعی در ikidir. Birer gillet bir de birer gillet birer cem-i kesrettir. Cem-i gilletin oğuzani dörttür. Af'al افعله فعله. این وزنهای کلماتی که با این وزن افعلون افعلتون فعلتون بیاد، اینها جمع گله هستند. در ماعداسی و ماعداسی سی جمع کسرت در. هر چیزی که به غیر از علاما سمعتو و اخوان الاستاذ. حالا اینم میگه من از استاد اینو شنیدم. احتمال میدم، حالا احتمال میدم که این کتاب یه استادی داشته درس میداده، یه دانشجویی طلبه‌ای نشسته بوده و اینها رو مینوشته، مثلا خلاصه برداری میکرده. حالا اینجا مثلا 206 یعنی چی نمیدونم، ولی علم نحو تعریفی، مثلا اینجا یه تعریفی از علم نحو داد. احتمال حالا بازم آدم نمیتونه به دقیق بگه مثلا این صفحه مثلا در کتاب صفحه فلان مثلا تعریف علم نحو باشه یا عربی، حالا اینجا یه چیزایی نوشته. این به نظر من نوت برداری میاد بر اساس صفحه ها و اینها. مثلا بذارید ببینیم میتونیم اینجا یک چیزی سر در بیاریم. در هر حال من از این کتاب سر در نمیارم. این به نظر من اگرم فلسفه باشه صرف جمله است. حالا بذارید ببینیم اینجا یه مقدار عدد، این عدد هست، اینم صرف جمله است. ایشون یه رمزگذاری کرده در حقیقت. جمله‌ای که صرف بشه عدد 01. نحو جمله است، اگر جمله نحوی باشه 02. کافیه معرب 01. نه اینا رو نمیتونم، با چیز نیست. دوباره من خواستم بگم اینا رمزگذاری شده، دیدم رمز نیست، چون که بعداً دوباره یک تکرار میشه. معلومه که این نمیدونم مثل کامپیوتر 01 و اینا باشه. علاقه شهر در رو ناجی اخترون که قصید یا قصد صبحه سبیان بسم گواد سم فلان. نه این کتاب به هر حال این کتاب چیزی نیستش که من بتونم بخونم. سواد من به این نمیرسه در این حال که نمیدونم چی رو. حالا دوباره یه کتابی هستش به نام فلسفه حساب باز بکنیم. فکر کنم اینو خوندیم، برای اینکه اینجا تو خودش بله اینا رو خوندیم. دوباره اینجا گذاشته 3 4 اینها رو دیلیت رو گفته 49 صفحه، یعنی حدود 98 صفحه است. این رو یه ظاهرش رو ببینیم، ظاهر کتاب رو ببینیم. دوباره این رو همون اسکودار واقع والده عتیق جامع şerifine kemankış Amir Xace'nin vakf edildiği kitaplardandır.
این کتاب 44 صفحه داشته و 11 و 17 سطر داشته. ابعاد کتاب رو همینجا نوشته: مفهوم عوامل و فارسی صرف. حالا بذارید ببینیم این چی هست، اصلا قضیه چیه. یه نگاهی اول به این همون کسیه که کتاب رو وقف کرده. خطی هست، احتمالاً در خوندن این خطی یه مقدار با مشکل مواجه بشم. اینجا دیگه بدتر میشه خط. رساله منطق منظوم. حالا تا اینجا یه رساله‌ای بوده تموم میشه، اینجا یه حاشیه‌ای نوشته شده و بعد دوباره کتاب دیگری شروع شده. حالا اینو میتونیم بخونیم، خطش جالب هست، میشه خوند. و بذارید ببینید اینجا دوباره این کتاب تموم میشه و یک کتاب جدیدی شروع میشه احتمالاً. حالا اینجا اومدن روش خوشنویسی انجام دادن یه مقدار. اینجا یک کتاب جدیدی شروع میشه که امیدوارم بتونیم بخونیم اینو. و اینجا فکر میکنم کتاب تموم میشه، نه تموم نمیشه و اینجا حاشیه نویسی بسیار زیادی روی اون انجام گرفته و بعد دوباره کتاب ادامه پیدا میکنه. فرمت این کتاب بسیار متفاوته. حالا باید به سر در بیاریم که این قضیه چرا اینجوری نوشته شده. تمام، این کتاب اینجا تموم میشه. برگردیم صفحه اول دوباره ببینیم که این چی هست. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. عوامل یوز او بی قسم سماعی قیاس. احتمالاً شه عوامل یوز در بی قسم سماعی قیاس. عوامل yüz در بی قسم سماعی قیاس. ممنوع سماعی توغان bir قیاس idi. توغان bir قیاسdir قیاسımdi. حالا ممنوع iki مجموعه 100 قسم اول سماعی توغان بیر اون او بی نو. نمیدونم، اینا رو نمیتونم بخونم، خطش برای من یه مقدار سخته و این در این حال موضوعش هم احتمالا متفاوت است، برای همین نتونستم باش همراه بشم. بریم این کتاب دوم رو شروع بکنیم. رساله منظوم منطق. ببینیم چیه. حمد مطلق وار، حمد مقید وار. حالا این یه آدم دیگر اینجا نوشته قبل از کتاب. حمد مطلق وار، حمد مقید وار. حمد مطلقه مثال الحمدلله الذی و کفا حمد و کفا. حمد مقید iki قسمdir. اثبات ایلی مقید مثال الحمدلله الذی خلق السماوات والارض الی آخر. نفعیله و اثباتیله اینم نفعیله. مقید نفعیله مقید مثال الحمدلله الذی لم یتخذ. خب اینجا حالا منظور از حمد مطلق و حمد مقید چیست؟ حمد مطلق میگه بر اساس چیزی که من از این دوتا مثال فهمیدم اینه که وقتی میگه الحمدلله سرش بازه، برای همه چیز این حمد هست. ولی مقید میگه دو نوعه. مقید اثبات، یعنی میگیم که مثال که زده اینه الحمدلله الذی خلق السماوات والارض فی 7 ایام مثلا. اینجا حمد رو محدود میکنیم، مقید میکنیم به خلق آسمان ها و زمین ها، یعنی به یه نعمت خاصی. این میگه حمد اثباتی هست اما مقید، محدوده.
قید داره، مقید محدود نه، قید داره، یعنی که برای یه چیز خاصی حمد میکنیم. مثلا میگیم به حمدالله که تنم سالمه، این حمد مقید هست. خب حمد مطلق هم همینه که الحمدلله دیگه، برای هر چیزی که میشه گفت الحمدلله و برای همه چیز هست. میگه اما دومی نفی لمقید، یعنی این قبلی اثبات بود، مثبت بود، حالا این یکی نفیه، چیزی رو خدا رو شکر که مریض نیستیم، این منفیه ولی حمده. خب حالا الحمدلله که مثلا سالم هستیم. حالا اینجا میگه که مثالش الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا، شکر الحمدلله، شکر رب العالمینی رو که بچه انتخاب نکرد. خب اینجا هم به هم. حالا از این بحث بگذاریم، این یه بحث دینی بوده که یکی دیگه اینجا نوشته. و ببینیم قال الشیخ الفقیه الامام الحجة العلامة سید عبدالرحمن ابن الصغیر رضی الله عنه و افاض علینا اشرف خلقه محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و سلم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه شیخی چی گفته معلوم نیست اینجا، احتمالا این درس رو اون گفته، منظورش همینه. قال الشیخ الفقیه امام الحجه العلامه سید عبدالرحمن ابن الصغیر رضی الله عنه و افاض علینا، حالا اشرف خلقه، حالا این یه چیز دیگه است. از اینجا یه چیز مطلب دیگه، یه جاه صحیح، نجاه صحیح، احتمالاً برمیگرده به صحیح. این هم اینجوری میشه اشرف خلقه، حالا صلی الله اشرف خلقه محمد صلی الله علیه و سلم بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حضرت محمد اینو گفته، اون فقیه هم اینو گفته. الحمدلله الذی قد اخرج نتایج الفکر لارباب الحجا. شعر، این حالت شعری داره. حالا اینجا این بالا اینو معنی کرده که مثلا اقول بیان والباقی قوله الکلمات الاتقان ولا عقل الکامل و اقول البیان. حالا اینجا داره این کلمه ها رو معنی میکنه. مثلا اینجا چی هست؟ ببینیم الحمدلله الذی قد اخرجا اینجا میگه قد اظهره، یعنی ظهور کرد، از زمین ایجاد کرد. و خد این انهم من السماء العقل کل حجاب من سحاب الجهل. اون استاده داره این حرفا رو میزنه که چی هست. حالا این کلمات رو اینجا داره تعریف میکنه، عربی هست، مشروحش هم عربی هست. در نتیجه این رو هم ازش بگذاریم چون که نمیخوایم در انواع علم الحادث، انواع علم رو اینجا بذاریم ببینیم چی میگه. ادراک مفرد تصور اعلم، یک نوع ادراک مفرد هستش، تصور اعلم هست و درک نسبتاً به تصدیق قسم. حالا اینم دیگه ول کنیم، سخته برام. من احتمالا تو منطق این بحثای منطق رو اینجا داره باز میکنه. این کتاب هم اینجا تموم میشه. ببینیم کتاب بعدی در مورد چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الملك الحق الكريم متعصما بجبار من اسمه العظیم. حمد نامحدود و ثناء نامعدود و واجب الوجود، زیرا که واجد وجودی را که از دریای جود در و جود را به فیض فضل جود هویدا کرد. حالا اینجا تا اینجا که میبینیم این فارسیه، بذارید ببینیم اینجا هم فارسی هست. این کتاب نیز
همچو سایر کتب به دولت و متداول گشته سبب دعای خیر این فقیر. حالا از بالا یه مقدار بالاتر بخونیم. اقبال مستند راجی کرم به اکرام شیخ. دوباره بریم بالاتر می‌رسیم که اینجا در مورد کتاب صحبت می‌کنه. را به لغت فارس تفسیر. اوکی، دوباره بریم بالاتر. خب حمد رحمتا للعالمین منبع صدق صفا محمد مصطفی باد. شعر. بشیری که بر ذات او سروری شده حتم مانند پیغمبری و رضوان فراوان و غفران بی پایان بر آل و اصحاب او که بهتران عالم دین و مهتران ملک یقینند. اما بعد چون لغت فارسی میان مبارزان میدان بلاغت و مبرز مزمار فصاحت افصح لغات و اصلح عبارات گشته و بعض ادبا لغات عربیه را به لغت فارس تفسیر کرده و چندین کتب مشایخ و تواریخ و رسائل و دواوین. خب این هم که به فارسی دیگه داره به فارسی. خب از این کتاب هم بگذاریم دوستان. این کتاب هم جزو کتاب‌های درست خطیه اما به درد ما نمیخوره، برای اینکه ما دنبال اینیم که کتاب‌های ترکی رو بخونیم. به بعدی منطق الغیب ببینیم این چی هست، این در مورد چه موضوعی هست. حالا باز هم مثل کتاب‌های قبلی اول یه نگرش کوتاهی تا اینجا 22 دقیقه وقت گذاشتیم و زیاد فایده نگرفتیم. از اینجا این کتاب رو دوباره فکر کنه همون عالی جناب کتاب رو هدیه کرده به اسکدار. بله، از سید الحاج عبدالقادر المعروف به امیر خواجه کمانکش اسکداری bu kitab müstedabi mülkümden ihraç edip Üsküdar'da valide atiq cami şerifine şul şart ile vakf eyledim. حالا این از این کتاب منطق الغیب. بذارید ببینیم که این کوچیکش بکنیم، ببینیم که این کتاب اول میگه که این کتاب 90 صفحه است. در 1095 قمری میگه نوشته شده، بر اساس فقه اکبر هست. دوباره این کتاب در 1099 نوشته شده. پس چند تا کتاب در داخل یک کتاب هست، یکی اینه منطق الغیب هست و یکی فقه اکبر. منطق الغیب در 1095 نوشته شده و فقه اکبر در 1099. حالا منطق الغیب رو به اول آشنا میشیم و بعد میریم سراغ اون یکی، ببینیم که اون یکی کتاب در مورد چی هسته. فقه اکبر برای من جالب شد، اصلا اون که این میگه فقه و فقه اکبر، این یعنی یه فقه اصغر داریم و یه فقه اکبر. ببینیم این فقه اکبر چی هست. فقه اصغر احتمالا همین چیزهایی که به عنوان شرعیات خوندیم اینجا هست. نگاه کنید، هازا کتاب شمسیه فی علم تجوید. اینم کتاب دوم. اولی کتاب چیز بود، البته هنوز این منطق الغیب بود، ببخشید منطق الغیب نبود، چی بود؟ حالا برمیگردیم. و این کتاب هازا کتاب شمسیه فی علم تجوید، اینم در مورد تجوید هستش. فرق این با قبلی اینه که قبلی بین سطرها فاصله هست و بین کلمه ها هم هر چند فاصله نیست، ولی خب میشه تشخیص داد. در اینجا کلمات کلوفتر نوشته شده و سطرها به هم خیلی نزدیکن، کلمات هم به هم نزدیکن، در نتیجه خیلی شلوغ دیده میشه. در این حال که یه مقدار هم این نوک قلم خیلی بزرگ بوده، در نتیجه بزرگتر دیده میشه. فرق این دوتا رو میشه به راحتی فهمید. حالا این کتاب رو اینجوری ورق بزنیم ببینیم که چی هستش. ببینیم آیا یک کتاب دیگری هستش به نام فقه اکبر که من اونو خیلی مایلم ببینم، موضوعش حداقل ببینم چی هست. اینجا تموم شده
یه آیه و سوره و اینجور چیزا، نه ادامه داره. حالا این چیه؟ اینجا کتاب کاملا تموم شد. تاریخ اینجا گذاشته 1095، این ربیع الاول 1095 اینجا تاریخ گذاشته و از اینجا کتاب دیگری شروع شده. هازا کتاب الفقه الاکبر تالیف حضرت امام اعظم. این در سنی ما امام، در شیعه ما امام جعفر صادق رو داریم، اینا هم یه امام هایی دارن به مان امام اعظم و همام حالا رحمت الله تعالی علیه. اینم کتاب سومی که در این کتاب باهاش روبرو میشیم. این کتاب هم دستی خطی هستش، با 2 قلم متفاوت نوشته شده. بعضی کلمات رو با قلم درشتر نوشتن و پررنگتر، بعضی از کلمات رو با قلم ریزتر و ظریفتر، هنرمندانه تر نوشتن. پس این کتاب تا الان که متوجه شدیم از 3 کتاب متشکل هستش، یک کتاب نیست. و این پایان هم بذار ببینیم، نه تاریخش اگه باشه اینجاها یه جایی باشه ببینیم. حالا تاریخ خودش گذاشته بود. اومدیم اول کتاب، این خدا بیامرز اسکداری، کمانکش امیر خواجه اسکداری، کمانکش اسکداری، اونجا باهاش آشنا شد. حالا این کتاب منطق الغیب چی هست؟ ببینیم میتونیم ازش یه چند کلمه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شموس حمد نامعدود و آثار ثناء نامحدود اول حضرت، حالا ترکی شد دیگه، اول حضرت ذات همتای معبود و خالق رزاق بیفنای موجود الله تعالی حضرتنا جل جلاله و تعالی شأنه ثابت در چی؟ ذات فردانیتنا و صفات الوهیتنا احتمالا باشه لسان قدرت برله شاهد در چی؟ نتکم رسولنا ارسال قلوب لسان جبرئیل اعلام ایلدی کلام قدیمنده و فرقان کریمنده buyurdu. Şehadallah ennehu la ilahe illa huve müşabeheti eşyadan ve mumaseleti ekvaniden tenzih edip buyurdu. Leyse kemeslihi şai fil arz ve la fis semai مقدسات قدس ملکوت و مقربان قرب جبروت و مفوضان بحر لاهوت معتکفان سوام حضیره قدس مخلعان خلع حضرت انس آنون ذات بیچون و صفات مقدسی و صفتنون بی حد مسافت میداننده و حمد بیکراننون بی عد غدا کرد بی عد غدا کرد صحراسنده. حالا این چیه نمیدونم، این رو بی عد اینجا من اینو مذاکرات میتونم بخونم. بیعت مذاکرات صحراسنده، همین باید مذاکرات باشه. هزاران سال فی الغد و غدو و الاحیال çabuk سوار olup seyir ederlerse buhur اوصافinden قطره بیان و شموس محامدinden zerre ayan edemiler ve merkez قطع منزل kılmayıp fazای تحیرde müteyyir kılıp gelub ihtimalen gelub
ما عرفنا که حق معرفتک یا معرفت در نه ملزم یا معروف در دینه ملتزم اولارلر قال القطب العارفین معدد العرفان والیقین معدد العرفان والیقین مظهر رب العالمین مجمع علوم الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما عرفنا که حق معرفتک نظم. خب تا اینجا متوجه شدیم که داره فعلا در خدا رو تسبیح میکنه. خاتم الانبیاء و المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما عرفنا که حق معرفتک نظم. تعالی نشانه اما یقولون تنزه ذات مما یشیرون یقدر رکنده هیچ عقل مجال یقدر رکننده هیچ عقل مجال فکر اینه میزانی و همیل خیال. فکرینه مرانی فکرینه مرانی نیست، این زه هستش، فزانی مزانی وهمیل خیال مرانیه. این مرانی فکری نه مرانی وهمیل خیال، نه وهم و نه خیال نمیتونه با فکرت برسه به الله. یه نه اولدرینه ذاتینی bilen onun اوصافیdir آنجا bilinen. مثلی yok مانندی yok حی علیم ذات کبیرdir صفاتleri قدیم. اینجا هنوز شعر ادامه داره. yoktur rüknüne hiç عقل مجال هیچ عقلی مجال امکان ورود به رکن الله تعالی و تبارک رو نداره. فکر این مرانی فکر نه فکر این نرا فکر این من نرانی و وهمی لخیال. با فکر و خیال و وهم نمیتونی بهش برسی. یعنی اولدر یعنی ذاتینی بیلن، باز هم خود الله هستش که میدونه ذاتش چی هست. آنون اوصافی در آنجا بیلینن، اون چیزی که از خدا میشه فهمید اینه که آنجا یعنی حد اکثر چیزی که میشه از خدا فهمید اوصاف خداست. مثلی yok مثلی yok مانندی نداره، مانندی yok حی علیم که حی و علیم باشه، ذاتی کی بیدر صفاتleri قدیم، ذاتش مثل صفاتشه و صفاتش هم قدیمه. اول نه جوهر در حقیقت نه عرض، اون نه جوهره نه حقیقت نه عرض. ببخشید اول نه جوهر در حقیقت نه عرض، اون نه حقیقتاً اون نه جوهر هست نه عرض. هم دگل فعلی معلل بالعرض، هم این که افعال اون معلول یه علت عرضی نیست، یه علت خارجی نیست. یعنی یه علتی باعث نمیشه که اون معلول بشه افعال خداوند. خلقن اول وصفیل موصوف olmadı. Halkın ol vasfiyle mevsuf olmadı.
قدرتini مقدوره موقوف olmadı. Bir zamandır Halik dur zaman, bir zamandır Halik'dur zaman, bir mekandır sane kon و مکان. قطره قطره بحرdir ana güvah, kim yugandan غیری yok dahi ilah. Kim yok ondan غیری dahi ilah. Alem ger kesir و ger قلیل, birliğine dur anın cümle delil. حالا میگه عالم رو شما چه کثیر بدونید چه قلیل بدونید، همه اینها دلیلی است بر اینکه خداوند هستش. الوف صلات زاکیات کامل، وصوف تسلیمات و وافیات قابل، سواد دینه جلال اسلام و بیاز برگزینه جمال ایمان کعبیه اهل تحقیق قبلی ارباب ایگان مظهر اسرار جلی مظهر انوار خفی راهنمای ساحات مدی فارس میدان قاب و گوسین اوادنی در تاج انبیا نور چشم. اینا همه صفات برای حضرت محمد هستش. خب بریم این کتاب بالاخره چی میگه. اما بعد bu فقیر حقیر و بواسیر کثیر، این بواسیر اون بواسیر نیستش دوستان، و بواسیر کثیر اضعف عباد الله القادر موسی ابن قادر موسی ابن شیخ طاهر غفر الله لهما. این اسم نویسنده هستش، احتمالاً اسم اضعف عبادالله القادر احتمال میدم. موسی ابن موسی پسر، حالا احتمالاً قادر موسی باشه، نه این نیست، الله قادر هست. موسی فرزند شیخ طاهر که خدا هر دوتا رو گناهاشون رو عفو بکنه. لهما من ذنوبهم من الذنوب الباطن و الباطن. حالا این باطن دوم رو خط کشیده، میخواسته بنویسه از ظاهر، دوباره باطن نوشته. الباطن و ظاهر ایدر، ظاهری در شکر بی پایان، اول حی هادی غفران و اول قیوم قدیم واجب الاحسان، که الطاف بی عنایت و عنایت بی علت برله بود دریای اسیانده غریق و نار خرمانده. هرمان باید باشه، اینم فکر کنم هرمانده حریق تحت استار غفلت مستور و وادی با مجرده مجمور یا محجور گلونی خواب غفلت بیدار قلوب احوال سلوکیدن و علم ledunnidən bəhrəmənd qıldı. Günlərdə bir gün خاطره bu vəç ilə خطور qıldı ki، حالا خودش نشسته یه جایی بهش الهام میشه. خیلی خوب اینو میگه، نمیگه وحی شد، میگه که در یکی از روزها خداوند bir gün خاطره bu vəç ilə خطور qıldı. به خاطرم خطور کرد، گذشت از خاطر من، خیال من، که قıldı که کشوفات الهیدن و واردات ربانیدن و احوال عام غیبیدن حضرت فیاضیدن feyz olduğu üslub üzere ala qadr taqat beyan edip sahne sahifede tahrir qılıb ayan edim. Zira bu meydanda çabuk sevaran olan kamiller ve Kabe'yi rahgigetten Kabe'yi hakikette tavaf kılan arifler kendi
زوگندن و keşufatlarından ve seyirlerinin seyrinden meşrebine köre beyan etmişler. Ahvallerini talib sadıka ve rağib aşıklara remz ile ilam etmişler dar dünyada yadgar kılıp lisan avamide ve xavaside nam şerifleri xeyr dua ile yad olunur ve niteler tariq hakka deliller ve delildir ve rahnama olur ve bu vaziyet ve hagiri dahi bu mevahib ile havas edip ve bu niyeti kökülde mühkem tutup müteveccih oldum. Ol vehhab hazretine kim ad'uni estecib lekum buyurmuştur ki va'desi bi hilafıdır. Nitekim buyurdu innallaha le yakliful mi'ad dست تفرعی. حالا خیلی داره توضیح میده که بیاد چیز بکنه. بذارید ببینیم از یه جای دیگه باید به موضوع وارد میشه که موضوع چی هست. الله الملك المنان الشمس الكرام و احسان المؤید به تأیید الملك المنان معدن الیقین و العرفان شیخ محی الدین اید الله ارشاده الى آخر الزمان. همون شیخ محی الدین قبلی که گفتیم اندلسی هستش از اون داره این کتاب رو چیز میکنه. احتمالاً میخواد بگه که کتاب اون رو من حالا از یه جایی قطع کردم نخوندم، ولی بذارید برگردیم بخونیم برای اینکه تا ببینیم این کتاب چی است. درگاه بی نیازه گترب نیاز و مناجات قلده و دستور رجا ادب عرض حاجت قلده و حضرت فیاض لایزالون فیزنه منتظر olده. ما تف غیبیدن حاطف غیبیدن ندا و بی جهت صدا اردی که ای عاشق بیچاره محجور و ای صادق آواری غمخوار bu عزت گپسونه دروازه گلن فقیر و عزت اشینه باش اوران اسیر محروم olmaz و bu درگاه gelip عرض حاجت گلن درد ölmez درد ölmezdir gılan redd olmaz hacet gılan redd ölmezdir ve külli derde deva bunda olur ve cümle hacat bu hazrette ravadır. Senin dahi muradun ادا و دعان اینجا این حالت که شه همون نون هستش. دعان قبول اولدی دیو ظهور الهامدن دیو قبول اولدی دیو یعنی گفت ظهور الهامدن فیض اولدی و بو فقیر دخی روی جانی تراب مزلت قیوب. روی جانی یعنی رو این میشه من صورت جان روح میگه روح هم رو صورت روح هم رو به تراب مزلت به روی خاک مزلت. تراب خاک به عربی هست. قیوب سجده شکری ادا ادب مقصوده شروع قلدی. حالا میگه دیگه این الهام شد و اینا و من هم بهش سجده افتادم. شروع قلدی به نوشتن این مقصود شد قلدی جناب فیاض حضرت لایزالدن جل جلاله و ام نواله فیض استدعا قلدی. حالا از الله میخواد که فیض بده بهش
و ارواح انبیادن علیهم السلام شفاعت و استعانت رجا قıldı و ارواح اولیادن همت و استمداد تمنا ایلدی با یزید دوران الف لام داره، با یزید دوران جنید زمان، تمامی این شخصیت های معنوی مشهور دنیا رو داره جمع میکنه. با یزید دوران جنید الزمان المرشد الى الله الملك المنان شمس الكرم والاحسان المؤید به تأیید الملک المنان معدن الیقین والعرفان. همه اینها، این بایزید زمان و جنید زمان و اینها، بایزید دوران و جنید زمان و این که این همه صفات رو گفت، همه برای شیخ محی الدین اید الله ارشاده الى آخر الزمان Hazretlerinin sirrinden himmet üzür arzu kılıp şuru olundu. Gavvas fikret kögülü bahrine müstagrik olup sedef kalbiden dürer hakikat esrar ve hazine caninden cevahir envar ihraç edip rişte beyane düzüp tıpkı ayane goyup طبق ayane goyup جلوه. دوستان در گذشته در تبریز و دیگر جاها مناطق ترکنشین وقتی میخواستن به خواستگاری یک دختر خانم برن طرف پسر، میخواست بره خواستگاری، حالا مادر و پدر و اینا گفتگو کرده بودن، یه چیزی رسیده بود، میخواستن رسمیش بکنن، یه چیزهایی رو میخریدن نسبت به قوت و توان مالی خانواده داماد و توافقی که با خانواده عروس خانم، حالا اون دختر خانم انجام داده که عروس نشده بود هنوز، انجام داده بودن، میرفتن خرید میکردن از بازار. بعد این خریدها رو روی مجمعهایی میگذاشتن اگر فقیر بودن، نه اگر آدمهای یه مقدار طبقه متوسط یا طبقه اشراف بودن، روی یک طبقه حالا اسمش همین بود که الان اینجا به کار برد، حالا من یادم رفت یه لحظه، طبق بود. طبق ها مثل بگیم که مثل یه میز دارید اینجا، مثلا من یه میز دارم اینجا، این چهار طرفش یه مقدار برجسته بود که چیز نریزه بیرون، اینو پر میکردن با اون چیزایی که میخواستن برای این عروس خانم، یا حالا اون عروس نگیم، اون خانم که برن خواستگاری بکنن و اینها رو پر میکردن و روش پارچه های رنگی زیبا میکشیدن که دیده نشه از بیرون، و یه تعداد افراد که کارشون این بود، طبق بر بودن، اینها طبق بر بودن، اینها یه چیزی میذاشتن اینجا مثل کلاه، البته خیلی چیز، بعد اون طبق رو میذاشتن رو اون، بدون که به دست بگیرن راه میافتادن، حالا موسیقی و اینها هم همراهشون میومد تا اون خونه میرسیدن، و این تو بین راه همه میدونستن که این آقا پسر و خانواده‌اش داره میرن خواستگاری، یا مثلا قربان، مثلا عید قربان و عید فطر و عید سال نو، این تکرار میشد برای اون دختر خانم و نشون میده که این خانواده چه حرمتی برای اون دختر خانم قائل هستش. بالاخره برای این که فقط اون دختر خانم رو بیارن عروس بشه دیگه، برای اون همه این کارا رو انجام میدادن. حالا این طبق همونه، ولی اینجا این طبق اخلاص داره میگه. خواستم بگم این طبق در آذربایجان مطرح بود به عنوان اینکه یه چیز رو به درگاه یکی ببرید، به حضور یک تقدیم بکنید. حالا اینم اینجا میگه که Hazretlerinin sirrinden himmet arzu kılıp şuru olundu, gavvas fikret kögülü bahrine müstagrik olup sedef kalbiden dürer hakikat esrar ve hazine caninden cevahir envar ihraç edip rişte beyanet dizüp tabak ayane koyup cilve kılıp arz eyledi. خیلی زیبا نوشته، خیلی زیبا.
kamler kim? O kamiller kim? Bazar eşkide çarsuy ingiyade ve dekakine istigamette معن فکر معنن فکر احتمالاً باشه یا معتکف عذر میخوام ve dekakine istigamette mu'tekiflerdir. Ol arif mahirler ki esrar Rabbani cevahir nik cevherlerinin hazinedarleridir ve ol muhakkik muntehiler ki harim gayret haramine yol bulup şahenşahin قربونه و بساط آننده امر جهان olmuşlardır تحت انوار گباینده یا گبابنده محفوظ olup گبابنده محفوظ olup غیر Allah'den vahşet tutup bigane olmuşlardır. مواها ile. حالا اینجا یک کلمه هستش که نمیدونم مراها بخونیم مداها بخونیم یا مواها بخونیم. مداه ile معنوس olup نه این مدح نیست که حالا نمیدونم مراه باید شاید باشه. مراه ile معنوس olup دو جهاندن فارغ olmuşlardır. سوامع حسرته. حالا بذارید ببینیم یکم بریم بالاتر ببینیم که این بالاخره میخواد یه چیزی بگه. چی میخواد بگه؟ کتاب در مورد عرفان هست. تا اینجا متوجه شدیم که از محی الدین عربی صحبت میکنه که حالا با اشاره ایشون و به لطف ایشون شروع کرده به نوشتن این کتاب. حضرت احدیت و زاهدان درگاه صمدیت olmuşlardır. لاجرم اعوام ناسل مخلوط olup باطنا دو جهاندن اغماز این قلوب ملائکه مهمیه gibi محمیه یا مهمیه gibi ماسوای حضرت الوهیتten غافل olmuşlardır. الان خاطرleridir کل من علیها فان. حالا دیگه تا اینجا خوندیم. این کتاب ترکی هستش. ببینیم اینجا. اینجا اومده بالاخره یه چیزایی رو گفت. بیت گمو دلده معنی واردر بلنه. گمو همو مثلا. حالا من یواش اینجوری دارم میخوام. گمو دلده معنی واردر بلنه. گمو یلده حق بلینور بلنه. kimine bu kitab از ناظر اوله کمال کرمندن جان و دل birle bu فقیر و حقیر و بواسیر کثیری. حالا این بواسیر نمیدونم چه بواسیر میشه بصیره. نه اون سیره. bu بواسیر کثیره خیر دعا ایله یاد اده. خدا رحمت بکنه این نویسنده رو. حق تعالی جل جلاله فردوس اعلاده جوار فخر انبیاده مسکن ورب جمال مقدسینه ناظریندن قله. آمین یا رب العالمین. عزیز من بالکل کم عزیز من bilkim bu kitap 13 babıdır. این کتاب 13 باب داره و هر باب دقیق bir فصل مفصلdir
و هر بابی خودش با یه فصلی مفصل هستش. ناطق لسان غیب الدغی اجلدن، چون اسم کتاب ناطق لسان غیب هستش، اجلدن به اون خاطر منطق الغیب. حالا میگه چون اسم کتاب این نیست، ببخشید، میگه که چون دخی bir فصل مفصلdir ناطق لسان غیب الدغی اجلدن، به خاطر اینکه از ناطق لسان غیب هستش این کتاب، یعنی میخواد لسان غیب رو، زبان غیب رو به شما منتقل بکنه. میگه به این خاطر اجلدن منطق الغیب دنیلدی، به اون گفتن منطق الغیب، اسم کتاب شد منطق الغیب، دنیلدی گفته شد. باب اول بیان و تعلیق مبدأ موجودات ددر. میگه باب اول در تحلیق مبدأ موجودات هستش. باب ثانی روح انسانی عالم ارواحیدن اجسام گلدویی بیان در. باب دوم میگه که روح انسان در عالم ارواح بوده، حالا از اونجا اومده به عالم اجسام وارد شده. اینجا میشه گفتش که به نوعی معتقده که روح قبلا خلق شده، وجود داشته، حالا میاد به انسان وارد میشه. وقتی میخواد نطفش بسته بشه به انسان وارد میشه، یا وقتی حالا به یه مرحله میرسه. اینجا خیلی نزدیک میشه به تناسخ هم به یه چنین چیزی. باب سوم گیرو عالم ارواح رجوع اتمسی بیاننده در، در این که دوباره وقتی مرد انسان، اون روح دوباره برمیگرده به عالم ارواح، به اون جایی که روح ها هستن. حالا این روح ها هم مشخصاتی باید داشته باشن، و الا وقتی مثلا نور داخل نور بشه به یک چیز تبدیل میشه، دوتا نمیشه. هر چقدر ضعیف و قوی باشه نور، وقتی به یه نور شما مثلا الان هر چراغی رو روشن بکنی با هر قدرتی یا با کبریت و اینا روشن بکنی فرقی نمیکنه. وقتی روز هستش این نور به اون نور یکی میشه، تبدیل میشن به هم. به نظر من باب رابع بیان احوال سلوک دور، در مورد احوال مراحل عرفان. باب خامس بیان خلوت و ملازمت ذکر دور، در مورد خلوت کردن و اینکه باید دائما ذکر بگید. ملازمت ذکر دور یعنی دائما باید ذکر گفت. باب سادس بیان ظهور نور ذکر در، نور ذکر ددر. در اینجا میگه که در باب ششم بحث میکنه در این که نور خودش ذکره، ذکر خودش نوره، یعنی نور در ذکری که از دهان و روح شما خارج میشه تبدیل میشه به نور. اینجوری میخواد بگه. باب سابع بیان علائم نور حق در، حق ددر. باب هفتم درباره اینه که نور حق چی هستش. حق هم اینجا منظور خدا الله هستش. باب ثامن بیان تجلی نور جلال ددر. این هم در مورد حالا جلال خدا چی هست میگه که تجلی نور در جلال، این رو میگه. در باب تاسع نهم هم بیان تجلی نور جمال ددر، این نور در جمال الله تجلی میکنه. و باب عاشر دهم بیان تجلی ذات بیچون در، بیچون ددر. این دیگه خیلی چیز شد، من اصلا نمیتونم. تجلی ذات خداوند در بیچونی خیلی معنی پیچیده‌ایه که من تا الان نخونده بودم. این رو باید بعداً بخونم. باب 11 11 بیان خاصیت تجلی حق ددر. در بیان خاصیت تجلی حق میخواد صحبت بکنه. حتی خوندنش هم برام
سخته این که چی هست. باب ثانی عشر 12 بیان قطب عالم ددر. قطب عالم چی هست میخواد این رو توضیح بده. باب ثالث عشر باب 13 بیان رجال الغیبده در، در مورد رجال و مردان غیب. اینجا رجال به معنی مرد یا ذکور نیست در مقابل اوناست، بلکه به معنی انسانه. در اوان در اون üç olmasına sebep ve setr hikmet budur ki Hazreti Yusuf Sıddık aleyhisselam rüyasında gördü 11 yıldız ve aftab و ماه kendüye secde kılır. میگه چرا 13 فصلش کردن؟ به این خاطر که حضرت یوسف در خواب دید که چه 11 ستاره gördü که 11 ستاره و آفتاب یعنی خورشید و ماه kendüne secde edir، برای اون داره سجده میکنه. میگه به این خاطر که اونجا اون 11 ستاره و خورشید و ماه که با هم ستاره اینا سجده میکردن به این یوسف، به این خاطر قلر نتکیم حق تعالی کلام قدیمینده به طریق الحکایه بیورده. همونطور که خداوند هم در کلام قدیم که قدیم یعنی دوستان به حضرت محمد که اومده اون همون روز نیومده، این قبلا وجود داشته. ببینید اینجا من به این زبان اگه بخوام بگم، به زبان امروزی بخوام این رو تعریفش بکنم، میگه انرژی از بین نمیره. انرژی وجود داشته و داره و خواهد داشت. اینو میخواد بگه. میخواد بگه که کلام نکرکیم حق تعالی کلام قدیمینده، کلام خداوند کلام قدیمی بوده، یعنی از وقتی که خدا وجود داشته این کلام هم وجود داشته. نه اینکه خداوند یه مدت مثلا زمین رو بعدن خلق کرده اما کلامش رو خلق نکرده بعدن. کلامش خود خداست، خدا کلامشه. اینجوری میشه گفت. مثلا قدیمینده به طریق الحکایت، از طریق داستان که برای این یوسف و اینا گفته بود، بیورده الا فی رایت احد عشر الا لعنی، ببخشید اینجا آیه هست لعنی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. من دیدم، یوسف میگه من دیدم که 11 ستاره و کوکب ستاره نیست، کلا اجرام آسمانی، و خورشید و قمر، باز قمر هم ستاره نیست، اجرام آسمانی. رأیتهم لی ساجدین، که دیدم برای من سجده میکنند. که من چشم بصیرت، نه با ابواب ثوابن سری جلوه گر اوله. حالا میگه که به هر حال کمین لب با آدم هایی هستن که چشم بصیرت اونها، حالا نمیدونم چرا اینجا چشم نوشته، نمیتونست بصیرت gözü مثلا، خیلی هم ترکیب جالبی میشد. بصیرت نه با ابواب ثوابن سری جلوگر اوله. یوسف جان چاه جسمانیدن خلاص بلوب. برای اینکه یوسف جان روح یوسفی که روح هستش، اون از این از چاهی که این جان هستش، یعنی اون روح ما اومده داخل چاه بدن ما. بدن ما یه چاهیه برای اون روح. حالا یوسف افتاده خودش توی یه چاهی، میگه روح من هم یوسفی هستش که افتاده این چاه تن من، تا گوشت و استخوان و خون و رگ و پی و مو و از این حرفا. یوسف جان جسمنا خلاص علوب، از این خلاص بشه. تحت مصر دله، تخت مصر دله سعود گلوب. بعد باید به تخت مصر دل، مصر آرمان شهر الهیه هست در اینجا، به اونجا سعود گلوب، بره بالا. گلوب عزیز دو جهان اوله،
و نجوم ممکنات بندوار تختنون علیندن سجگله و الحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. باب اول در. حالا این کتاب از اینجا من چقدر خوندم؟ بذار ببینیم. خیلی اگه خوندیم بله 1 ساعت و 5 دقیقه. حالا برم از هر کتابی 1 صفحه بخونم اون 3 تا کتاب رو که ببینیم موضوع اونا چیه. پس کتاب اول در مورد عرفان بود. منطق الغیب هم نبود اسمش یه چیز دیگری بود که گفتیم، حالا یادم هم نیست، ننوشتم برای همین یادم نیست. بریم کتاب دوم رو پیدا بکنیم یه جایی. اون کتاب دوم از اینجا، هازا کتاب شمسیه فی علم تجوید. این کتاب هستش اسمش شمسیه هست، در علم تجوید هم نوشته شده. ببینیم چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال العبد الضعیف احمد ابن گرامان الگونوی احسن الله الیه الغنی. حالا اسم این نویسنده چی هست؟ گرامان گونوی. احمد پسر گرامان گونویه. پس احمد نویسنده هستش که پسر فلان کسه. احسن الله الیه الغنی الحمد لله الذی نور القلوب المؤمنین بنور المعرفة والایقان و طهرها من ظلمت الغفلة والطغیان و جنبها من مخالطة اهل البدع والخذلان و زینها بمجالسة اهل الحق والعرفان و شرفها بتحصیل دقائق الفرقان و کشف اسرار المعانی والبیان و جلاها بحلل سماع القراءة القرآن. اینجا حل شیرینی هستش، حلوا حلی، حلوا هم از این اومده. به حلله سماع القراءة القرآن و الصلاة و السلام اتمان الاکملان سیدنا محمد الذی قد اختاره الله من بنی عدنان صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و ازواجه و اتباعه و اشیائه الطیبین الطاهرین رضوان الله علیهم. حتی به اشیاء پیغمبر هم سلام و صلوات میفرسته. لباس و عمامه و عصا و نعلین ایناش هم صلوات فرستاد. خیلی این آدم اینجوری به زناش و اینا همه صلوات فرستاد. اما بعد به درستی معلومون اجل و دخی انفع حق تعالی کلامنون علم در اول دخی به حیثیت در که معجز در هم لفظیله معجز در هم لفظیله هم معناسیله. خب حالا دیگه متوجه شدیم که اومد به ترکی رسید. اما بعد به درستی معلومون اجلی و دخی انفع حق تعالی کلامنون علم در اول دخی bir heysiyettedir ki معجزدür هم لفظیله هم معناسیله. کلام خداوند خودش معجزه هست، هم با این لفظی که ما از دهن من میاد بیرون، از دهن شما قرآن رو میخونید بیاد بیرون، و هم به معناش هم معجزه هست. مسوندر، مسون از، حالا ببینیم چی هست بعدن میگه، تبدیلیدن از تغییر شدن، تحریفدن از تحریف، از اینها مسونه. مسون یعنی در امان هست. محفوظ در طغیاندن، از طغیان محفوظه. تطفیفدن، از تطفیف کردن اون مسون هستش، محفوظ هستش. شویله که حق جل و علا کلام قدیمنده، اینا معتقدن که قرآن کلام قدیمه. قبلی هم همین گفت، اینم همین قدیم گفت. بویردی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند در آیش اینو گفته. بعضی مفسرler bu ayetin
bu ayetin tefsirinde demişler ki biz Kur'an'ı enderdik dahi Kur'an için kişiler yırtıdıkça onlar Kur'an'ın lafzine müteallik dahi manasına müteallik kitaplar tasnif ederler. اینجا یه جا رو متوجه نشدم چی گفت. قرآن اندردük dahi Kur'an için اینجا kişiler yartad gıla onlar Kur'an'ın lafzine müteallik dahi manasına müteallik kitaplar tasnif ederler. Gavaid gavaniyi gerek gibi bildirerler ta ki kıyametten Kur'an'a halal tasnif müteterrik olmaya. Ben zayıf dahi dildim ki ol azizler silkinde bela müntezirem ölem pes vardım bir geç gavaid istihraç ettim Türkçe dil üzerine ta ki mübtedi andan müteneffi ola bu muhtasara şemsiye ad verdim 12 bab kıldım bab evveli fi tecvid این کتاب رو در تجوید اول در تجوید 12 تا این اون یکی 13 باب کرده بود این 12 باب کرد اولی در تجوید باب ثانی فی احکام نون ساکنه و تنوین حالا قرآن رو چجوری باید خوند این قواعد قرآن رو میگه من به دست آوردم خودم به زبان ترکی هم میخوام بنویسم برای اینکه ترک ها بفهمن حالا اولش در تجویده باب اول باب دوم فی احکام نون ساکنه نون ساکنه و تنوین نون ساکن چی هست و تنوین چی هست اینو میخواد بگه چون میخواد قرآن خواندن رو یاد بده در اصل الباب الثالث فی هائل کنایه یه های کنایه هستش میگه در اون میخوام بنویسم باب رابع فی مد و القصر کجا حرف رو نه کجا صدای داخل یک کلمه رو کشید کجا باید کوتاه کرد اینو میخواد بگه مد و القصر باب خامس فی راعات این راعات نمیدونم یعنی چی در مورد راه ها هستش یا یه چیز دیگری نمیدونم الباب سادس فی ما اتفق القراء علی ادغام الحروف باب ششم در مورد حروفیه که باید در هم ادغام بشن و این بر اساس نظر من نیست اتفاق جمیع قراء نه همه قراء اکثرشون این اون جاهایی که گفتم باید این دوتا حرف اولی با دومی در هم ادغام بشه اونو میخواد بگه الباب ساده فی ما یتعلق به رسم الخط در مورد رسم الخط صحبت خواهد کرد الباب الثامن هشتم فی الیاءات در مورد یا حرف یه صحبت خواهد کرد باب نهم باب تاسع فی المقطوع و الموصول کجا باید وصل بشن حروف به هم کلمات کجا باید بیستی اینها رو میگه باید الباب العاشر فی زاعات القرآن و زادات حرف زا پس من درست اومدم از اونجا در باب دهم در مورد حرف زازه دسته‌دار که در قرآن هستش در مورد اونها جمع میبنده تمامی اون زاها و زاعات و زاد همون زیه که روش نقطه هست ولی دال نیست حالا من اینو به چجوری باید بگم زاد دیگه اسمش الباب الحادی عشر 11 فی مخارج الحروف و صفاتها هر حرفی رو از کجا خارج میکنیم از دهنمون خارج میکنیم از گلومون خارج میکنیم از نوک زبانمون خارج میکنیم از کام دهانمون خارج میکنیم از
اینجا از معده از کجا خارج میکنیم، اینو میخواد بگه. و صفات اون حروف رو هم میخواد بگه. الباب ثانی عشر در باب 12 در مورد فی مخارج الحروف و صفاتها، ببخشید اشتباه خوندم، فی الاعداء التي تعلقت بالقرآن، به اعداد یا به اعدا حالا که به قرآن تعلق دارن به اونها خواهد پرداخت. باب اول رو شروع میکنه اینجا. از این کتاب بریم کتاب بعدی رو ببینیم میتونیم بخونیم. این تجوید بود ایداد. حالا من باید فکر میکنم که بله هنوز ادامه داره. بریم ببینیم کتاب بعدی. اینجا کتاب تقریبا تمام میشه، شروع میکنه به خوندن، یعنی اون قواعد رو اول میگه، بعد میاد یکی دو تا سوره رو اینجا آموزش میده و میگه که مثلا باید اینها رو چجوری خوند. مثلا افلا تذکرون، سمانون للعالمین تسعون، اینا اعدادی که حالا بعدا باید، من نخوندم چون نمیدونم اینجا چی کار میکنه، داره رمزی میگه که مثلا برید ببینید اونجا چی هست. اینجا کتاب تموم میشه. در 1095 این کتاب رو نوشته و بعد کتاب بعدی از اینجا شروع میشه. این فقه اکبر رو دوستان یه ذره تلاش میکنم بیشتر بخونم بفهمم موضوعش چیه. هذا کتاب و فقه الاکبر تألیف حضرت امام اعظم و همام رحمت الله تعالی علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد نامحدود و شکر نامعدود و ثناء هر موجود شل خدای واجب الوجود درچی کندوسی ذات بی همتاسیل متفرد و اوصاف جلال و جمالیل متوحدی و صفات ذاکیاتی. خیلی زیبا داره میگه، درست عربی رو با ترکی قاطی میکنه ولی خیلی جمله ها زیباست. یعنی من یه ذره اینها رو میفهمم، آدم تو دلش یه جوری میشه. و صلوات ذاکیات شل ذات ملکی صفات و زبده موجودات محمد خیر البریات اولسون چی وجوده جلمسیل عالمدن ظلام زلالت دور و نور هدایت ظهور دی و مسابیه دچی و مسابیه اینو دوجا و اینجا از قرآن کمک گرفته. و مسابیه دوجا و اختران خدا اولان آل و اصحابنا صلوات نامیات شامل اولدگدن سنره بنده حقیر. اسمش چیه نویسنده؟ احمد ناصح در شد عقاید دین مبین و رفع شبهه مبتلعین، افترالا مبتلعین، یا من اینو دارم مبتلعین میخونم، حالا دوستان اگه یه چیز دیگه بخونن، مکلف اولان بندگان عذره بیر امر واجب و آنی احمال ایدن خایب و خاسر در و هر کس علا قدر طاقه آندن تحصیل علمک لازم و آنون کسبنه مخصوص دگلدر عارف و عالم لاجرم و حضرت وزیر پرهیزکار مدبر امور روزگار مدبر امور روزگار حامی دارالسلام. دارالسلام اسم یه جاییه، در فکر میکنم الانم تو دارالسلام باید تو ای خدا اسمش یادم نه الان، کشور یادم پرید. دارالسلام ملجأ خواص و عوام، سپهسالار عالی شبنم عالی شیم حضرت احمد پاشا. این عثمانی هستش. حالا رفت از دارالسلام میشه
استانبول. حالا اینجا اسلامبول میشه دارالاسلام برای اینکه مرکز خلافت اسلام هست. حالا بذارید ببینیم چی میشه. حامی دارالسلام، ملجأ خواص و عوام، سپهسالار عالی شیم یا شیم، حضرت احمد پاشا. نمیدونم شیم بخونیم شبم بخونیم چی بخونیم، اینو نمیدونم. یک کلمه ای تو ذهنم میچرخه ولی نمیاد تو زبانم. عالی شیم حضرت احمد پاشا، ذل همم نفع عباده الله için murad talipleri öldü kim مولانا و مقتدانا امام اعظم و همام اکرم خادم شرع مبین رئیس ائمه مجتهدین نعمان ابن ثابت الکوفی حضرتleri و اصول دینی ده تعلیف اتدکی. خب اصول دین رو حالا میخواد توضیح بده. حالا فقه اکبر چی هست؟ فقه اصغر چیز هست؟ نماز و دعا و نمیدونم اینجور چیزا. اونهایی که تو فقه به ما میگن این فقه اصغره. فقه اکبر اصول دین هست. پس حالا اینو فهمیدیم. حضرتleri اصول دینی تعلیف ادویی فقه اکبری. حالا ایشون امام اعظم یک کتابی در مورد فقه اکبر نوشته، یک کتابی در مورد فقه اصغر نوشته. میگه حالا اون کتاب فقه اصغر رو میخواد ترجمه بکنه به ترکیه، لسان ترکیه ترجمه اولنه. پس بو بنده کمترین عزلت نشینه اول خدمتی ادا etmeye ibşaret buyurdular. Haman bila tevekkuf fermane imtisal edip Mevlana الگاری کتاب مزبوره ادویی شرحی علی الگاری، مولانا علی الگاری یا الگاری، یک شرحی برای اون کتاب فقه اکبر امام اعظم نوشته. اون رو بخواد بگه امتصال دو مولانا علا الگاری، علی الگاری کتاب مزبوره ادویی شرحی و ابو المنتهی یه آدم دیگری شرحن محیا قلوب و ابو المنتهی هم یه شرحی رو نوشته بود که اون رو هم محیا قلوب آماده کرده. مستعینا بالله، مستعینا یعنی هممون به استعانت از خدا کمک میخواهیم. شروع اولندی بلینه کی بلینه ایدک الله کم خدا شما رو کمک بکنه، یا ایدن الله کم مسائل عقایدی iki طریق üzredir. عقاید مسئله‌ای دو گونه هستش. چی؟ biri صدر اولده سلف olan اصحاب گزین و ائمه مجتهدین تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. حالا این مجتهدین رو حذف زده، خط کشیده روش، برای اینکه تابعین جلوتر از اون هستن، مجتهدین هستن. پس میگه اصحاب گزین و ائمه تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین طریقیdir. حالا یکی اونها در اصول دین یه روش مال اونهاست، روش و biri onlardan sonra olan علماء خلفن طریقیdir. راه دوم هم علمایی است که بعد از تابعین به وجود اومدن. خب حالا دوستان من یه توضیحی در این مورد این سه تا کلمه بدم تا مشخص بشه. خب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به منبع وحی وصله، یعنی منبع وحیه. خودش میگه آقا اینها به من وحی میشه. ما میدونیم که ایشون منبع دیگه، ما به خدا دسترسی نداریم، به جبرئیل و هیچ کسی دیگه دسترسی نداریم. ما اگر دسترسی داشتن کسانی که در اون زمان میزیستن فقط حضرت محمد رو میدیدن و اون میگفت که آقا این آیه ها به من اومده، چون اینها
ایشون رو قبول میکردن، حضرت محمد رو قبول کرده بودن، این کسانی که میشنیدن هر روز با حضرت محمد بودن، باهاش جنگ میرفتن، حتی در نزدیک خانه ایشون میخوابیدن، به اینها میگن اصحاب. اصحاب یعنی کسایی که صحابه هستن، خیلی نزدیکن با حضرت محمد. وقتی حضرت محمد فوت میکنن و از این جهان رخت برمی‌بندن میرن دنیای دیگر، این صحابه هستن که این فرمایشات حضرت محمد رو حالا یا درست یا روش میذارن یا تغییر میدن یا یه چیزایی رو خودشون به نام حضرت محمد میگن، اینها رو به یه کسایی که تازه به دنیا میان آموزش میدن. اینها تابعین هستن. یعنی تابعی که هستن؟ اینا تابع سخنان این اصحاب هستن که از پیغمبر نقل میکنن. یعنی نسل دوم که پیغمبر رو ندیدن یا نسل اولی که پیغمبر رو ندیدن برمیگردن به نسلی که پیغمبر رو دیدن، تمسک میکنن، اعتماد میکنن، از اونا یاد میگیرن و حفظ میکنن. حالا هرچی اینا بگن درست و غلط این نسل اول قبول میکنه. این نسل اول هم خودشون یه چیزایی رو ممکنه از خودشون بذارن رو اون، بگن پدر ما اینو گفت پس پیغمبر گفته بوده حتما که گفت. مثلا دروغ‌هایی رو علاوه بکنن، راستایی رو علاوه بکنن یا نکنن، دیگه اینا تابعین هستن. بعد از اینها دیگه میرسیم به این آدم‌هایی که گفتش چیان؟ اینا علما هستن. گفت اینا علما دیگه تابع نیستن، دیگه اینها خیلی دروغ دریافت کردن. حالا دیگه من از اینجا به بعد میخواستم نخونم، ولی یک کلمه این صفحه رو بخونم ببینیم که این چی میگه در مورد این دو تا طایفه که گفت و مسلک سلف بریده چه قرآن عظیم شعنده و احادیث نبویده وارد اولان متشابهاتون ظاهرینه ایمان گترب حق اولدوغلری اعتقاد اولونه و مسائل عقاید دلایلدن مجرد ایراد اولونه. خب پس اینا چی بود؟ اینا میگه که صحابه حضرت محمد رو دیده بودن، لذا هم قرآن عظیم شأنیدن، یعنی هم خود قرآن رو از حضرت محمد میشنیدن و اگر حضرت محمد یه توضیحی میداد اون توضیح رو میشنیدن و احادیث هم یعنی سخنانی که خود حضرت محمد میگفت، ربطی به قرآن نداشت، ربطی به خدا نداشت. احادیث نبویه وارد اولان، یعنی اینا که از اونجا وارد میشد. حالا در قرآن یه حرفایی هستش که متشابهند، یعنی میشه خیلی معنی ها ازش، حتی متضادن، ناسخ منسوخ داریم تو قرآن. اینها رو پیغمبر به اینا توضیح میداد به صحابه. خب یه عده اینا رو میگه متشابهاتون ظاهرینه ایمان گتردن، اونا به ظاهر متشابهات ایمان آوردن. حق اولدوغلری اعتقاد اولونه، اون چیزایی که فکر می‌کردن اعتقاد داشتن که حقه به اونا اعتقاد داشتن دیگه. و مسائل عقاید دلایلدن مجرد، بدون اینکه به دلایل فکر بکنن. اونا دنبال دلیل نمیگشتن که پیغمبر چرا اینو گفت، چرا قرآن اینو گفت. اینا دنبال این نبودن، اینا میدیدن هر چی که حضرت محمد میگفت یا چیز ظاهر پیغمبر میگفت اینه، اونا هم همون رو قبول میکردن. مجرد اولونه ایراد اولونه و طریق خلف. اما دومی چی بودش که متشابهاتی تعویل دوب. حالا این دسته دومی که بودن خلفا، یعنی نسل دوم، اینها که تابعین بودن، اینها این متشابهات رو میوندن. آقا این چی میگه؟ این معنی یعنی چی؟ این کلمه 2 تا معنی داره، 3 تا معنی داره، 10 تا معنی داره، چی کدومش رو باید بفهمی از قرآن؟ یا حالا میگفتن چی؟ اینو باید تعویل کرد، یا متضادها رو چیکار بکنیم، یا
ناسخ منسوخ رو چیکار بکنیم؟ میگه اینها رو چیکار میکنه؟ تعبیل میکردن، بهترین معنی رو ازش انتخاب میکردن که برای قرآن، فهم قرآن درست در بیاد، که قرآن اون عظمتش لکه‌دار نشه، خدایی بودنش لکه‌دار نشه. تعبیل edip her birinin haline münasip bir manaya حمل اولونه. هر نگاه میکردن که هر کدوم که به اون در اون جمله و متن و قرآن مناسب بود اون رو به اون معنی حمل میکردن، یعنی به اون معنی کلمه رو میفهمیدن. و مسائلی دلایل و خصم شبهه و دلیل وردی مذکور قلنا. حالا دیگه و حالا اگر دلایلی بود و مسائلی بود و خصمی، یعنی دشمن هم شبهه ایجاد کرده بود و اینها، دلیل، حالا دنبال دلیل میگشتن که ببینن چی هستش. و امروزه دیگه اصلا درک قرآن بر اساس دلیله. امروز ماها، یعنی ماها اگه بخوایم قرآن رو بخونیم میگیم که آقا حالا یه حرفی از خامنه‌ای گفتن، اخیراً ویدیو گذاشته بودن، خیلی جالب بود. گفته بود در حوزه علمیه از وقتی که درس میخونیم تا مجتهد میشیم به قرآن رو باز نمیکنیم بخونیم. راست میگه، منم همینو شاهدم، منم میتونم بگم که حالا یکی اگر به خاطر ثوابش قرآن میخوند، ولی وگرنه قرآن رو در حوزه علمیه ها نمیخونن. یعنی چیزی که در حوزه علمیه خونده نمیشه قرآنه، همه چیز میخونن الا قرآن. در نتیجه قرآن، حالا من یه بار رفته بودم زیارت امام رضا، اونجا خیلی گشتم ببینم این امام رضا کیه آخه. خب ما همه میرن اونجا این ساختمان رو میبینن، ساختمان بزرگ، گنبد بزرگ، از داخل قرآن نگاه، آینه کاری، این معجر طلا، اونجا طلاست دیگه، اون امام رضا نیستش که. من هر چی گشتم بر موردش که جمله که از امام رضا گفته باشه، اینجا گفته باشه مثلا امام رضا کیه، چی کار است، چی کار کرده، چرا اصلا اینجا خوابیده نخوابیده و اینها، هیچی پیدا نکردم. بعد دیدم غریبتر از همه مردم میان بت پرستن، ایرانی ها، شیعه ها بت پرستن، میاد اینجا، آقا این درش بزرگه، طلاست، رنگش زرده، گنبدش خیلی بزرگه، داخلش آینه کاریه، گیج، اینا رو عاشق ایناست. اصلا نمیدونه که امام رضا اونجا هست نیست. حالا فکر میکنه هست. من انصافا هدایت فکر کنم امام رضا اونجا نیست. دلایل خیلی زیاد تاریخی هم دارم، دلایل چیزم دارم که نه اونجا نیست. عقلی هم هستن اینا. حمل و مسائل دلایل و خصم شبهه و دلیل وردی مذکور قلنه. حالا میگه که باید به این شبهه هایی که دشمنان هم میارن و دلایلی که میارن باید به اونها هم توجه کرد. و از بس که طریقی خلف خطردن خالی علمیوب، اما ماها، خلف یعنی همون نسل سوم به بعد دیگه، اینها از خطر خالی نیستن، از طریقی خلف خطردن خالی علمیوب. امام همام قدس سره کتابنی مسلک سلف و üzere تعلیف edip buyurdu. میگه امام همام، اون امام یک کتابی نوشت که از سلف گذشتگان üzere بخواد بر اساس اونها نوشت و گفته که اصل توحید، اسم کتابش اصل توحیده. Bu kitap Tanrı Teala bir olduğunda bilmesi تعلیمdir. میگه این کتاب در مورد اینکه Tanrı Teala büyük Tanrı birdir, bir olduğunda, birdir, onun bilmesi hakkında yazılmıştır. Yani bu kitap توحیدün حقیقتی بیاننdedir. این کتاب در مورد بیان توحیده. خب در اینجا این بحث این کتاب رو تموم بکنیم. کتاب با 3 کتاب در یک کتاب آشنا شدیم. به نظر من بسیار جالب بود. این کتاب حدود 350 سال پیش نوشته شده، به زبان ترکی نوشته شده. یکی در مورد کتاب وسط در مورد
چگونگی خواندن قرآن، درست خواندن قرآن هستش، قواعد و اصول اون رو بیان میکنه که به زبان ترکی هستش. کتاب آخر در مورد اصول دین هستش، نه فروع دین، شرعیات رو کاری نداره. میگه که خدا اون هم به نظر من 2 تاست، ولی سنی ها معتقدن 3 تا، شیعه ها معتقدن 5 تاست. سنی ها معتقدن توحید، نبوت. توحید یعنی خدا یک هست، زاده نمیشه، نمیزاد، محتاج نیست و از این حرفا با صفاتش. نبوت یعنی حضرت محمد راستگوه و این آیات به نوعی از زبان ایشون بیرون اومده. ایشون مدعی که از طرف خدا بهش رسیده، یا به چه شکلی ما نمیدونیم. سوم معاد، آخرت. ولی من فقط اینو میگم اگر قرار اینها باشه، چرا با 2 تا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله انسان مسلمان میشه، اما با اشهد ان القیامت واقع درش نیست؟ در اینجا من معتقدم که اون جزء ایمان نیست. من این سنی ها معتقدن هست، من معتقدم که نیست. شیعه ها 5 تا کردن، این 3 تا به اضافه عدل و امامت، اینها رو کرد. حالا کتاب اولش هم در مورد چی بود؟ حالا یادم نیست. امیدوارم که منطق الغیب بود. این هم در مورد عرفان بود، ببخشید. اون هم در مورد عرفان بود دیگه. و از محی الدین عربی میخواست در مورد کتاب اون تفسیری رو بگه، توضیح رو بگه به زبان ترکی. بسیار عالی. امیدوارم که الله تبارک و تعالی ما رو موفق بکنه که اول زبان ترکی رو بفهمیم، خوب بخونیم و بفهمیم، بعد برای وحدت جهان ترک در مرحله اول و در مرحله دوم جهان اسلام که ترک ها هم بخشی از اون هستند و عرب ها و ترک ها و بخشی از آسیای جنوب شرقی مثل اندونزی و مالزی و فیلیپینی ها و اینا که اکثرا مسلمان هستن، امیدواریم یک روزی برای اتحاد اینها و تشکیل اینها به عنوان یک قدرت و تشکیل مجدد خلافت اسلامی در میان ترک ها برای رهبری جهان اسلام در مقابل جهان مسیحیت و جهان استعمار و اشغال برسیم به اونجا که ایجاد بکنیم این رو. برای همتون سلامتی آرزو میکنم. روز و